نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. صدق الله العظيم. بعد از اینکه در ابتدای این سوره مبارکه خداوند عزوجل سه چیز را و سه رسم را از رسومات مشرکان مکه رد فرمودند. یکی این بود که اونها می گفتند که شما اگر معبودان ما را به عنوان خدا و به عنوان اله تسلیم نمی کنید، حداقل اونها را به عنوان شفیع، به عنوان کسانی که سفارش کننده ما هستند بپذیرید. الله تعالی رد فرمودند لا تطع الكافرین والمنافقین. نکته دوم که همسران خودشون را وقتی که تشبیه میدادند به مادران در موضوع زهار، مادر میدانستند و حرمت را مؤبد میدانستند، همیشگی میدانستند. الله تعالی فرمود کسانی که چنین جمله میگویند زنانشون مادرشون نمیشه و کفاره زهار را تعیین فرمودند. و نکته سوم این بود که پسرخوانده ها را فرزند میدانستند. الله تعالی فرمود که و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم. اکنون الله تعالی در آیاتی که تلاوت شد، در این آیات خطاب به مؤمنین لطفش را، منتش را و احسانی که بر مسلمانان الله تعالی عنایت فرموده، اون احسان را یادآور میشه. همانگونه که قبلا عرض کردم، این آیات اشاره هست به جریانی بسیار بزرگ، حادثه بسیار بزرگ که در واقع این جریان را از تمام ابعاد وقتی که نگاه میکنیم، در این حادثه درس ایمان هست، درس توکل هست. برای اهل ایمان خدای تعالی نشان میدهد که چگونه وقتی که مؤمنین بر خدا توکل داشته باشند در شدائد، در سختی ها، در شرایط سخت، الله تعالی به کمک اونها می شتابد و اونها را یاری می فرماید. در هر دوری و در هر زمانی که مسلمانان مشکلاتی دارند، که مشکلات هست همیشه و بوده و خواهد بود،
ولی در هر دوری مسلمانان اون دور میگویند مشکلاتی که امروز هست هیچ زمانی بر مسلمانان نبوده. چنانچه امروز خیلی ها هستند از علماء ما همین میگویند، نویسندگان می نویسند، خطبا در سخنرانی ها میگویند شرایطی که امروز مسلمانان داشتند در هیچ زمانی این شرایط نبوده، این مشکلات نبوده، این سختی ها نبوده. اما وقتی که انسان قرآن را نگاه می کند، قرآن را بررسی می کند، شرایط در هر زمان شرایط سختی بوده، ولی شرایط صدر اسلام و سختی هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تحمل کردند و وحدت احزاب و تشکل احزابی که در ابتدای اسلام تمام احزاب و گروه های معاند، هم از مشرکین، منافقین، یهودی ها، اهل کتاب، همه و همه چنان با هم وحدت کردن. همونطور که امروز میبینید تمام کفر، انواع کفر، یهود، نصارا هست، همه امروز متحدن، دست به یکی هستند. در اون زمان هم این بوده، این وحدت ها، وحدت احزاب و این صف واحد کفر همیشه بوده. اما در اون شرایط که مسلمانان اندک بودند، بی بضاعت بودند، امکانات نداشتند، در سخت‌ترین شرایط بودند که ما در این سوره انشاءالله میخوانیم، میبینید اون شرایط هیچ زمانی نبوده، اون شرایط سخت. به هر حال الله تعالی اشاره میفرماید به اون شرایط سخت که در اون شرایط چگونه من شما مسلمانان را یاری کردم، شما را کمک کردم. ابتداء ترجمه آیات الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ای اهل ایمان، اذکروا نعمت الله علیکم، یاد کنید نعمت الله را بر شما. اذ جاءتکم جنود، زمانی که تمام لشکریان پیش شما آمد، لشکریان آمدند، لشکرهای مختلف، لشکر ابو سفیان بود، لشکر یهودی ها بودند، لشکریان غطفانی ها بودند، قبائل دیگر عرب بودند. الله می فرماید فارسلنا علیهم ریحا، ما فرستادیم طوفان را فرستادیم که اونها را تار و مار کرد. و جنودا لم تروها، و همچنین فرستادیم لشکریانی که شما نمی دیدید، جماعت ملائکه، جنود ملائکه را ما فرستادیم. و کان الله بما تعملون بصیرا، الله عزوجل به اعمال شما بصیر هست، بصیر بود، بینا. الله تعالی همه اعمال شما را نظارگر بود، چیکار میکردید، خندق حفر میکردید، استقامت در مقابل دشمن از خود نشان دادید. الله به اینها بصیر بود، شما را دید و شما را یاری کرد. خب بخاطر اینکه ما آیات را بهتر بفهمیم، من مقدمه کوتاهی عرض میکنم و بعد اصل جریان را خدمت شما عرض میکنم. در مدینه طیبه باشندگان اصلی و ساکنان اصلی مدینه طیبه، قبائل اصلی قبیله اوس و خزرج بودند که اوس و خزرج هم در واقع در عهد قدیم از یمن آمده بودند، از قبایل عرب اصیل. اینها باشندگان مدینه بودند و اینها جز کسانی بودند که ابتداءً قبل از هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نمایندگانشان خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم در مکه مکرمه مشرف شدند، در منا با رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت کردند، بیعت بر اسلام، بیعت بر نصرت دین و یاری دین رسول الله، و آمدند در مدینه زمینه هجرت را برای رسول الله فراهم کردند.
و معلمین رسول الله مثل مصعب ابن عمیر را برای تعلیم و آموزش اینها فرستاد. این قبایل اولین کسانی بودند که با آغوش باز از دین مبین اسلام حمایت کردند. در کنار قبایل عرب قبایل 3 قبیله از قبیله های معروف یهود هم بود: بنو قینقاع، بنو نظیر و بنو قریظه. این قبایل یهود هم در واقع اصلا مال مدینه نبودند. میدونیم که سرزمین آبایی و اجدادی یهود سرزمین شام بود. اینها از شام، نیاکان اینها، اجداد اینها هجرت کرده بودند به امید اینکه در مدینه که یثرب نام داشت قبل از این نامگذاری که رسول الله برایش گذاشت، یثرب شهری هست که در کتابهای خودشون خونده بودند که نبی خاتم، پیغمبر آخر الزمان، وقتی که مبعوث بشه اونجا هجرت میکند و اونجا را انتخاب میکند به عنوان زندگی، و کسانی جز ناجیان هستند، انسانهای نجات یافته که اونجا اون پیغمبر را یاری میکنند، نصرتش میکنند، انصار اونجا. نیاکان یهود به این نیت آمده بودند اینجا اطراف مدینه که وقتی که این پیغمبر آمد ما جز کسانی باشیم که او را یاری برسانیم، او را کمک بکنیم. زمانی که انصار مدینه، اوس و خزرج و نمایندگانشان در مکه مکرمه بیعت کردند و برگشتند، ایمان خودشان را و اسلام خودشان را اعلام کردند و ویژگی های رسول الله را بیان کردند، یهود اذعان کرد، باور کرد که این پیغمبر همون پیغمبر خاتم هست. اما یهود گرفتار تعصب شد، تعصب نگذاشت. چرا از بنو اسماعیل، چرا از بنو اسرائیل نشد؟ از بنو اسماعیل شد. این تعصب فامیلی و قومی یهود را بدبخت کرد و از ایمان محروم کرد. به هر حال یهودی ها این 3 طایفه اینجا بودند: بنو قینقاع، بنو قریظه و بنو نظیر. و بنو قینقاع در همون سالهای اول بعد از جنگ بدر خیانتی کردند، رسول الله صلی الله علیه و آله اونها را بیرون کرد. بعد از جنگ بدر 2 قبیله دیگه ماند: بنو قریظه و بنو نظیر، که قبایل قوی هم بودند، سرمایه‌دار هم بودند، اقتصاد به دست اونها بود، بهترین باغات را اینها داشتند. در سال 4 بود غالبا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، چون با یهودی ها هم پیمان بسته بودند، قرارداد بسته بودند، و یکی از پیمان ها این بود که اگر برای کسی مشکلی خونبهای پیش آمد مثل دیه و غیره، همدیگر را کمک بکنند و در پرداخت دیه پولی که جمع‌آوری میشه، اگر مشکلی برای یهود شد مسلمانان همکاری بکنند، مشکلی برای مسلمانان شد یهود همکاری بکنند. کسی از مسلمانان اشتباهاً 2 نفر کافر را، 2 نفر مشرک را کشته بود و 2 خون باید دیه را رسول الله صلی الله علیه و سلم می پرداختند. آن حضرت صلی الله علیه و سلم از همراهان یاران پولی جمع کردند و آمدند پیش قبیله بنو نظیر که با مدینه چند کیلومتری فاصله داشت. اونجا آمدند و از اونها خواستند که شما هم در این دیه مشارکت بکنید، شما هم پیمانان ما هستید. گفتن ما در خدمتیم. و آن حضرت را گفتن جایی، گفتن که منتظر باشند. کنار دیواری بود، دیوار قلعه بود. ما اونچه که سهم ما باشد پرداخت میکنیم. با هم مشوره کردند که ما امروز بهترین فرصت است، خودش با پاهای خودش اینجا آمده،
و امروز کارش را تمام بکنیم. قومی که همیشه خیانت در دلش باشد و همیشه دنبال فرصت باشد، پیمان و قرارداد با اون چه فایده ای دارد؟ و حتما اون کسی که خائن باشد در خیانتش ناکام میشه، موفق نمیشه. لذا اینها رفتند و مشوره کردند کسی از بالای قلعه سنگ بزرگ، سنگ آسیاب دستی را از اونجا بیندازد بر آن حضرت صلی الله علیه وسلم تا کارش تمام بشه. کسی را تعیین کردن و اون کس هم رفت بالا. الله عزوجل از طریق وحی به حبیبش خبر داد. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فوراً بلند شد و محل را ترک کرد. و بعد از اون رسول الله صلی الله علیه وسلم به وسیله یک صحابی محمد ابن مسلمه پیغام فرستاد برای یهودی ها که دیگه پیمان تمام شد، پیمان را شما شکستید و یا اینکه مدینه را ترک بکنید، رها بکنید، برید به طرف سرزمین خودتون، و یا اینکه ما شما را بالاجبار بیرون میکنیم، شما را تار و مار میکنیم، میکشیم، به جنگ شما میاییم. منافقین پیغام فرستادن برای یهود. رئیسشون، رئیس قبیله حیی بن احطب بود. گفتند که شما استقامت بکنید، ما با شما هستیم، ما از شما حمایت میکنیم. منافقین هر جا تخریب میکنند، هر جا بین دو گروه، هر دو گروه را، نه اینکه قلباً با یک گروهی باشند، هر دو گروه را پریشان میکنند. لذا اینها مطمئن شدند که عبدالله ابن ابی با لشکری قوی ما را کمک میکند، پیغمبر خدا نمیتونه کاری بر علیه ما انجام بده. اینا گفتن ما نمیریم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به محاصره یهود بنو نذیر آمدند، محاصره شون کردند. اینها در قلعه های خودشون گرفتار شدند و چندین روز طول کشید. هر چی که منتظر منافقان شدند خبری از منافقان نشد. درگیری های پراکنده، تیراندازی های پراکنده صورت می گرفت. آخر یهودی ها به تنگ آمدند و دیدند که نه، این منافقین فریب دادن، سر کارشون گذاشتند. پیشنهاد دادن خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم، گفتند که ما خودمون میریم، ما را بگذارید، هر چی که توانستیم از وسایل با خودمون میبریم و اسلحه با خودمون نمیبریم. بر این پیمان و بر این قرارداد بسته شد تا 3 روز هم مهلت داده شدن که از اینجا برند. لذا هر کسی، هر خانواده بر شتر خودش تا جایی که میتوانست از وسایل خودشون برداشتند، اسلحه را گذاشتند، باغاتشون را گذاشتند، قلعه ها را گذاشتند، وسایل سنگین را گذاشتند و هرچی تونستن با خودشون بار کردند و رفتند. نصفشون به خیبر موندند اونجا، حیی بن اخطب اونجا ماند با جمعی، و نصف دیگرشون رفتن به طرف شام، رفتن سرزمین آبایی و اجدادی رفتند و بالاخره قلعه های خودشون را تخلیه کردند. اما اینهایی که به خیبر رفتند مثل مار زده، دشمنی و عداوت روز به روز بیشتر می شد. لذا اینها رفتند. همین حیی بن اخطب با بعضی دیگر از علماء یهود و بعضی از کسانی که در رأس بودن، پیشوایان مذهبی، سفری و دوره‌ای داشتن به طرف مکه رفتن. گفتن که باید هر طوری شده همه قبایل را بر علیه پیغمبر اسلام بشورانیم، تحریک بکنیم. لذا رفتن پیش مشرکان مکه، پیش ابو سفیان رفتند و بقیه سرداران قریش رفتند و گفتند تا کی می‌خواهید که این پیغمبر بر شما حکومت بکند و هر سال بجنگد و بهترین افراد شما را بکشد و ما را هم آزار برساند؟ لذا بیاییم با هم متحد بشیم، کارش را یکسره بکنیم، تمام بکنیم.
اونها ابتداعا باور نکردند، قبول نکردند، اعتماد نکردند. خائن هر جا خائن هست. گفتند که اول شما به ما جواب بدید آیا دیدگاه ما، مذهب ما، دین ما دین حق هست یا دین مسلمانان؟ یهودی ها اونجا گفتند سوالاتی کردند شما چه نظری داری، اونها چه نظری. اونها هم گفتند ما صله رحمی میکنیم، حق خویشاوندان را رعایت میکنیم، اونها قطع رحمی میکنن و از این نوع چرت و پرت ها گفتند. اینا گفتند نه، مسیر شما قطعا مسیر درستی هست، مسیر شما حق هست که شما خواندید در سوره نساء الله عزوجل مورد نکوهش قرار داد. این بدبخت ها را که عالم بودند، اهل کتاب بودند، حق را می دانستند، ولی باز هم رفتند مذهب بت را، مذهب جبت را، مذهب طاغوت را، بت پرستی را در مقابل دین عزیز اسلام ترجیح دادند و بهتر و برتر گفتند. به هر حال بعد از اون هم اطمینان نکردند. 30 نفرشون یا 40 نفرشون از دو طرف رفتن به غلاف خانه کعبه. اونجا با هم پیمان بستن خدایا تو گواه باش که ما تا آخرین لحظات بر علیه این پیغمبر در کنار هم خواهیم بود و خواهیم جنگید. این پیمان را بستن. بعضی از مفسران اینجا نکته جالبی بیان فرمودن که صبر خدا را و حلم رب العالمین را ببین که اینها آمدن خانه خدا و با هم هر دو گروه باطل، هر دو گروه مشرک و کافر در محضر خدای عزوجل، در مرکز توحید، در کعبۃ الله، کنار کعبۃ الله، اون هم به غلاف کعبه چسبیدن و قسم یاد میکنن، پیمان میبندن و خدا را شاهد میگیرن. بر علیه چه کسی؟ بر علیه بهترین و مقربترین بنده خدا رسول الله صلی الله علیه و سلم. خداوند عزوجل همونجا صاعقه نازل نمی کند و اینها را پودر نمی کند. این حلم خداست. آمدن پیش خدا پیمان می بندند بر علیه بهترین عبد و مقربترین بنده خدا. ولی کار خدا را انسان واقعا درک نمی کند چه حکمت هایی دارد. اینها با هم پیمان بستند. بعد از اون این یهودی ها تنها به مشرکین قریش و کفار مکه بسنده نکردند، رفتن پیش قبایل دیگر، پیش قبیله غطفان رفتند، بنو غطفان رفتند. غطفان هم یک قبیله جنگجو و نیرومند بود. اونها را گفت، اونها ابتداء راضی نشدند، آخر گفتند که 1/3 محصولات خیبر را به شما میدهیم. محصولات خیبر، خرماهای خیبر خیلی معروف بود، شما بیایید همراه بشید. قبیله غطفان هم همراه شد. 4000 جنگجوی دور دیده قریش تحویل داد. چند هزار غطفانی ها تحویل دادند. پیش قبایل دیگر، قبیله اسلم، قبیله اشجع، بنی مره، بنی کنانه، فزاره، همه این قبایل را تک تکشون را رفتن ملاقات کردند. اونها البته گفتم ما به شرطی به جنگ میم که شما هم در جنگ با ما باشید یهودیا. گفتم ما هم هستیم، ما هم با تمام قوا. اینها از نظر اقتصادی و از نظر مالی از همه وضعشون بهتر بود یهودیا. ما گفتن که پشتیبانی مالی تمام شما رو میکنیم و بنو قریظه که یکی دیگر از قبایل یهود بود اونها را هم غانم میکنیم. لذا همه احزاب را تحریک کردن. این سوره احزاب است. همه احزاب را تحریک کردن بر علیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و رفتند پیش رئیس قبیله بنو قریظه کعب. این سردار بنو نذیر حیی بن اخطب خودش شخصا رفت و اون وقتی که متوجه شد که سردار بنو نذیر می آید، اون چی که با پیغمبر خدا معاهده و قرارداد داشت در را بر اونها بست، در قلعه را، و هر چی که سردار عرض کنم بنو نذیر تحریک کرد اون در را باز نکرد. گفت من با پیغمبر، با محمد صلی الله علیه و سلم با او قرارداد دارم، پیمان دارم، نمیخوام پیمانم را بشکنم. آخر این از پشت در
تحریک کرد، عارش داد، ننگش داد، به گفت چقدر ترسو هستی، چقدر میترسی، الان دیگه کار یک سره هست، تمام شده. خلاصه با هزار حیله و نیرنگ و فریب آخر او را فریب داد تا که در را باز کرد. در را باز کرد و رفت وارد مذاکره شد. به هر قیمتی شد بنو قریظه را همراه کرد. طول کشید. مثل امروزه که خیلی کفار میبینید گاهی بر علیه مسلمانان یک روز میخواند افغانستان را بزنند، یک روز میخواند که عراق را بزنند، یک روز میخواند سوریه را بزنند. میبینید وزیر خارجه آمریکا هی میره لندن، میره پاریس، میره آلمان، میره کجا همه کفار را متقاعد میکنه، احزاب تشکیل میدن. عیناً نقشه همون نقشه هست، تصویر همونه. وقتی که بخوان حمله بکنن قبلا چه مذاکراتی، چه امتیازهایی، چه داد و ستدهایی انجام میگیرد تا اینکه آخر متقاعد بشوند مسلمانان مظلوم را بزنند. ولی این مسلمان اون روز نیست. و الا الله عزوجل همان گونه که در احزاب، در جنگ احزاب تار و مارشان کرد، همان گونه تار و مارشان میکرد. لذا آمدند، همه جمع شدند، تقسیم کردند، شمال مدینه، جنوب مدینه، شرق مدینه، غرب مدینه، از هر طرف ورودی های مدینه که حمله بکنن. رسول الله صلی الله علیه وسلم از نقشه باخبر شد، مطلع شد، صحابه را جمع کرد، جماعتی بدون امکانات اما خدایی دارند. صحابه را مشوره کرد که چه کار بکنیم. سبحان الله، انسان وقتی که جزئیات را میخواند، ایمان صحابه را میبیند، اصلا قابل مقایسه نیست با ایمان ما. حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه مشوره دادن، مشوره سلمان معروف است. گفتن یا رسول الله در بلاد ما، بلاد فارس، وقتی که احساس خطر بکنیم از دشمن این چنین، ما اطراف شهرهای خودمون را حصار میکنیم، خندق حفر میکنیم، چاله میزنیم تا که دشمن نتواند از اون دیواری که ما ایجاد میکنیم، خندقی که ما ایجاد میکنیم، مرزی که ما درست میکنیم، از اونجا به این طرف بیاد. اون زمان وسیله ها و ابزارها، وسایل بالخصوص سواری ها اسب بود. خندق ها را طوری حفر میکنیم که اسبی نتواند این طرف بیاد، دشمن نتواند بیاد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مشوره حضرت سلمان را پسندیدند و دستور دادند که مدینه منوره از بین دو کوه که ورودی اصلی مدینه بود، اونجا را آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند که خندق حفر بکنند. و اونطوری که در کتابها و تفاسیر نوشته و همچنین تاریخ نوشته، خندقی به طول 3.5 میل که شاید حول و حوش 7 کیلومتر، 6 الی 7 کیلومتر طول خندق بود که صحابه این خندق را حفر کردند. حدود 1400 نفر از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم مأموریت یافتند، هر 10 نفری 40 ذراع، حدود 20 متر. و این خندق عرض کنم خدمت شما که عرضش را هم 7 ذراع گفتند و بعضی ها 6 ذراع گفتند و گودیش هم تقریبا همین حول و حوش بود. یعنی به اندازه‌ای که یک اسب نتواند بیاید. صحابه شروع کردند، تقسیم بندی انجام گرفت، گروه های مختلفی تشکیل شدند و شروع کردند کار کردن را. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خودشون هم شخصا اینجا کار میکردند. در همین جا بود که رسول الله فرمود سلمان منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیت هست، چون که حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه هم در واقع مهندس یا پیمانکار این پروژه بود و هم مرد قوی بود. با هم اختلاف کردن، مهاجرین گفتن مال ماست، انصار گفتن مال ماست و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود سلمان منا اهل البیت، سلمان جز گروه ما اهل بیت است.
در حفر خندق. لذا حفاری شروع شد، کار شروع شد، تمام گروه ها، یک مسیر بسیار طولانی، 7 کیلومتر مسیر کمی نیست، بلا تشبیه بگیرید از اینجا تا رزاقزاده. این همه مسیر را اینها همهش خندق حفر کردند و صحابه شب روز کار می کردند، 1400 نفر، اما سختری شرایط را داشتند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چند کار در خندق انجام میداد. یکی این که رسول الله صلی الله علیه و سلم با اشعاری که در این اشعار حماسی بودند، ایمان بود و شهامت بود، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تحریک میکردند صحابه را. حتی می آید در روایت ها که رسول الله این اشعار عبدالله ابن رواحه را می خواند: اللهم لولا انت مهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. بار الها اگر نبودی ما هدایت نمی شدیم، ما نماز نمی خواندیم، ما صدقه نمی دادیم. فانزلا سکینة علینا و ثبت الاقدام ان لاقینا. پروردگار بر ما سکینه نازل کن، آرامش نازل کن و ما را ثابت قدم بگردان هرگاه که ما در مقابل دشمن قرار گرفتیم. ان اللائي قد بغوا علینا ان ارادوا فتنة ابینا. این را تکرار میکرد که کسانی که بر ما ظلم کردند و آمدند امروز بر مدینه میخواه حمله بکنند، اگر اراده فتنه داشته باشند بخواهند اینجا تعرض بکنند، ما نمیپذیریم، ما قبول نمیکنیم، ما با جان و دل دفاع میکنیم. و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم همچنین میخواندند: اللهم لا عیش الا عیش الاخره فاغفر الانصار والمهاجر. وقتی که انصار و مهاجرین را میدیدند که چگونه جانانه کار میکنند و زحمت میکشند، رسول الله دعا میکرد: پروردگارا هیچ عیشی بهتر از عیش آخرت نیست، این زندگی دنیا که با این سختی هاست به درد نمیخورد، فاغفر الانصار والمهاجر. در جواب صحابه کرام مهاجرین و انصار هم شعر میخواندند: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقینا ابدا. اینها همین روایت ها در صحیح بخاری هست. ما کسانی هستیم که با محمد بیعت کردیم بر جهاد تا زمانی که ما باقی باشیم، ما بر بیعت خودمون هستیم. به هر حال رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم این اشعار را می‌خواندند و هم دعاهایی که اون دعاها را هم بعضیشون را یادداشت کردم و خدمت شما ان شاء الله می‌خوانم. وقتی که خندق‌ها حفر شد و زده میشد، در بخشی که حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه بود، یک سنگی بود، سنگ بسیار بزرگی که هر کاری می‌کردند این سنگ نمیگذاشت که خندق حفر بشه. لذا میخواستن مقداری مسیر را منحرف بکنند. آمدن خدمت رسول الله، گفتن: یا رسول الله مشکلی برخوردیم، سنگ بزرگی هست، اجازه میده؟ چون خط خندق را خود رسول الله از اول تا آخر با دستهای خودشون کشیدن، نقشه را کشیدن که از اینجا تا اینجا حفر بکنید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن: کجاست؟ سنگ را به من نشان بده. و خود آن حضرت صلی الله علیه و سلم کلنگ را یا پت که هر چیزی بود به دست گرفتند و 3 ضربه زدند. در ضربه اول، در هر 3 ضربه جرقه های دیدند، گرچه توجیه این جرقه ها مختلف هست، اما در روایت ها می آید که در جرقه اول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جرقه دیدند، فرمودند که من در این جرقه و در این آتشی که از سنگ برخاست محلات هیره که بعضی از شهرهای شام بود و اطراف شام و همچنین کاخهای کسرا را دیدم که خداوند اونها را در اختیار امت من قرار داد. و جرقه دوم فرمودم محلات سرخ روم را دیدم و در جرقه سوم فرمود که محلات و کاخهای صنعای یمن را دیدم. منافقین مسخره کردند و شروع کردن. قرآن به تمسخر اونها هم اشاره میکند، میگه از ترس گفتن ما نمیتوانیم برای دستشویی بیرون بریم و اینها خواب کسرا و قیصر را میبینند. این اولین نویدی بود و مژده‌ای بود و بشارتی بود که خدای عزوجل
به حضرت رسول صلی الله علیه و سلم داد. اما خدمتتون عرض کنم که این غزوه که غزوه سختی ها بود، غزوه شدائد بود، از اول تا آخر این غزوه ما در این غزوه معجزات را میبینیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم این اولین معجزه بود، اولین مژده بود. وقتی که این را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان فرمودند، صحابه تقویت شدند، تقویت روحی شدند، شاد شدند و مصممتر شدند به کار و بیشتر زحمت کشیدند. در مدت بسیار کوتاهی خندقها حفر شد، آماده شد و مشرکان احزاب مختلف با یک اراده قوی که از اونجا داشتند که همه خوشحال شاد که همه چیز داریم، امکانات داریم، اسلحه داریم، پول داریم، واحدهای پشتیبانی بسیار قوی هستند، همه در کنار هم هستیم و تعداد ما هم زیاد هست. تعدادشون را بعضی ها 10,000 نفر گفتند و بعضی ها 12,000 نفر. 12,000 نفر هستیم این طرف، رسول الله صلی الله علیه وسلم با 1000 خورده نفر. اینجا اونا هم یک حالت دفاعی دارند و سختترین روزها بود. صحابه میگویند که اکثرا به شکمها سنگ بسته بودیم از فرط گرسنگی. یکی دیگر از معجزات که ظاهر شد اینجا معجزه‌ای بود که در خانه جابر رضی الله تعالی عنه ظاهر شد. جابر یکی از صحابه انصاری وقتی که دید که رسول الله صلی الله علیه وسلم به وقت زدن اون پتک هم به شکم مبارک سنگ بسته، بسیار رحمش آمد. از رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه گرفت، میخوام تا خانه برم. آن حضرت اجازه داد. جابر به خانه رفت، به همسرش گفت که امروز دیدم که رسول الله شخصا به شکم مبارک چند تا سنگ بسته، چیزی در خانه داریم یا نه؟ همسرش گفت که کمتر از 1 ساع، کمتر از 1 ساع که 1 ساع 4 کیلو اندی هست ما جو داریم و یک بزغاله کوچیکی هست در به اندازه رسول الله با چند نفر میشه. گفت پس زودتر شروع بکنید و شما جوها را تا وقتی آسیاب بکن، آرد بکن و من ترتیب بزغاله را میدم، اینها را آماده بکن. و بعد از اینکه آماده کرد گفت من میرم رسول الله را میارم. همسرش گفت زنها همیشه حساسند، گفت ببین ما را جلوی مهمانها رسوا نکنی، جمعیتی نیاری که من خجالت زده بشم. گفت باشه حتما. خدمت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رفت، گفت یا رسول الله امروز رفتم خونه غذای مختصری برای شما آماده کردم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود چی هست؟ گفت مقداری تو کیسه مقداری جو بوده که اونها را آرد کردیم و آماده کردیم و بزغاله کوچیکی و مختصری بوده برای شما ذبح کردم. این سخاوت را هم یاد بگیریم، بالخصوص در سختی ها. خیلی از ما هستیم وقتی که مشکلات هست، وضعیت اقتصادی و وضعیت بازارها خراب میشه، ما دستمون خیلی مشتمون محکم بسته میشه و وقتی که همه چیز باشه بعد اون وقت میریزیم. این کمال نیست. کمال اینه که انسان در شدائد و سختی ها و وقتی که وضعیت خرابه، بازار خرابه، انسان در این شرایط در راه خدا بده و پروا نکند، بگه اینا را خدا داده باید برای خدا. ببین صحابه سیرتشون تمام سرمایش یک بزغالهی هست، اون را هم برای رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا هم چه کرامتی بهش میده. در عوض ببین خدا چه کار میکنه. لذا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود نگران نباشید، برو ما میاییم. اعلام کرد همه اهل خندق تمام یاران جمع بشید که خونه جابر دعوتیم. سبحان الله. جابر پریشان شد، دوان رفت پیش همسرش، گفت رسول الله همه لشکر را خبر کرد. گفت بهت نگفته بودم مرا رسوا نکن؟ گفت من گفتم به رسول. گفت ماجرا را گفتی، مقدار غذا گفت. بس اشکالی ندارد، زن مؤمنه بود، شیر زنی بود، حتما رسول الله میداند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که آرد را هم دست نزنید
تا وقتی که من خودم بیام چانهش میکنم و دیگ را هم سر جایش بگذارید. اون زمان دیگه آرد را درست میکردن و غذا را، نان را میپختن، همونطور گرماگرم مصرف میکردن. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با صحابه تشریف بردن خانه جابر. خود آن حضرت صلی الله علیه وسلم شخصا در روایت میاد لعاب مبارک و آب دهن در آرد ریختن. ما معتقدیم که آب دهن آن حضرت صلی الله علیه وسلم هم تبرک هست. بحث تبرک را قبلا عرض کردیم که در انبیاء ما معتقدیم که انبیاء اجزای بدنشون، آب دهنشون، عرقشون، موی بدنشون، اینها تبرکات هستند. در سوره بقره هم خواندید که بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون، صندوقچه‌ای بود که از آثار موسی باقی مانده بود. حضرت طالوت این صندوقچه را داشت و این سبب فتح و پیروزی شد. لذا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آرد را شخصا چانه کردن و فرمود الان نان درست کنید و خودشون ملعقه را به دست گرفتن و گفتن 10 نفر بشینید و نان درست میشد. لای نان تکه گوشت و مقداری غذا قرار میداد و گفت بده به صحابه. 1400 نفر کمتر یا بیشتر همه غذا خوردند، همه سیر شدند. و جابر میگه بعد از اون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که ببینید غذایتون باقی مونده، به همسایه هایتون بدید. میگه غذا همونطور دیگ پر از غذا بود و اون سفره نان پر از نان بود. ما تقسیم کردیم، همه همسایه ها را دادیم. این معجزه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بود. و یک معجزه دیگر هم ظاهر شد. حضرت نعمان ابن بشیر میگوید مادرم خواهر کوچکم را فرستاده بود مقدار خرما که به اندازه پری دست رسول الله هم نشدن. این خرماها را فرستاد، گفت برو یکی پدرت را پیدا بکن در میان خندق و همچنین داییت عبدالله ابن رواحه را پیدا کن، این خرماها را به اونها بده. این دخترک داشت میگشت، رسول اکرم صلی الله علیه و فرمود دنبال کی میگردی؟ گفت پدرم داییم. چرا؟ مادرم این خرماها را فرستاد. گفت خرماها را به من بده. خرماها را در دست رسول الله گذاشتن، دست رسول الله پر نشد. فرمود که سفره بگذارید، سفره را گذاشتن، خرماها را تون سفره گذاشت. دستور داد بیایید لشکر، بیایید که غذا آماده هست. همه آمدن خرماها را گرفتن، همه خوردن، سیر شدند. معجزات بیشماری در این غزوه ظاهر شد که انشاءالله بعضی ها را در آینده میخوانیم. لذا آن حضرت صلی الله علیه و سلم با این شرایط از مدینه طیبه دفاع کردند. وقتی که آمدن مشرکان تقسیم بندی که کردن، بعضی ها از شرق مدینه و بعضی ها از غرب مدینه. الله می فرماید اینها آمدند. خب به صورت مختصر جریان در همین آیه خواندیم. خداوند عزوجل بعد از اینکه اینها محاصره کردند، خداوند طوفانی فرستاد و ملائکه را فرستاد. اما تفصیلش از اینجا شروع میشه. الله می فرماید ارجاؤکم من فوقکم، زمانی که پیش شما آمدن، من فوقکم از بالای مدینه جانب مشرق. از این طرف چه کسانی مأموریت داشتند که بیایند؟ از جانب مشرق قبیله غطفان آمد و همراهانش اهل نجد بودند، بنو قریظه، بنو نذیر، اینها از اون طرف آمدند. و من تحت و من اسفل منکم، از جانب پایینتر که جانب غرب بود، از این طرف قریش بود، بنی کنانه بود، اهل تهامه بودند. این قبایل تقسیم بندی کرده بودند، اینها آمدند. ناگفته نماند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میخواست تدبیری بکند، تدبیری که بنو غطفان رسول الله خبر داشت که با پول و با باج آمده. 1/3 محصولات خیبر به اونها وعده داده شدند. لذا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کسی را پیش سردار بنو غطفان فرستاد که اگر
شما بیایید و میخواست رسول الله صلی الله علیه و سلم گروه اونها را و صف اونها را متزلزل بکند و از هم جدا بکند. گفت اگر شما بیایید جنگ را رها بکنید و محاصره را رها بکنید، شما برید برای خودتون، ما آماده هستیم که 1/4 محصولات مدینه را که خیلی بیشتر میشه به شما بدیم. سرداران انصار با خبر شدند. حضرت سعد ابن معاذ و سعد ابن عباده هر دو آمدند خدمت رسول الله. یا رسول الله ما شنیدیم شما چنین چیزی فرمودید. گفت بله من چنین چیزی گفتم. یا رسول الله ما مردم مدینه تا به حال این گونه نبودیم که کسی بیاد خرمای ما را بگیره باج بدیم، مگر کسی به عنوان مهمانی آمده بهش دادیم. یا رسول الله قسم به اون ذاتی که جانمان در اختیارش هست، ما تا جایی که بتوانیم با جان و مال از شما دفاع میکنیم، نمیگذاریم تعرضی به شما و به اسلام عزیز بشه. لذا خواهش میکنیم که این قرارداد را با اینها نبندید، ما نمیخواهیم ذلت را. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که این روحیه بالا را دیدند و این ایمان را دیدند، این شهامت را مشاهده کردند، فرمودند که نیازی نیست. لذا اینها از هر طرف آمدند محاصره کردند و قدرت خدا آزمایش بر آزمایش بود. هوا هم چنان سرد که صحابه امکاناتی هم نداشتند، چنان میلرزیدند از سردی که هر شب همه با هم یک جا جمع می شدند و کاری بغیر از اینکه گاه گذری تیراندازی های انجام می گرفت، چون اونها اون طرف خندق بودند، رسول الله این طرف خندق. 1 ماه تمام محاصره طول کشید. 1 ماه اینها تمام جمع بودند و حیله می کردند بیایند. بعضی ها مثل عمرو ابن عبدود، یکی از سپهسالاران مشرکان بود، خیلی آدم جنگجو بود، خیلی آدم شجاعی بود. البته در جنگ بدر زخمی شده بود و بعد در احد نتونست بیاد و هی حسرت میخورد که یک روزی با مسلمانان روبرو بشه که اون انتقامهای خودش را، انتقام زخمهایش را بگیره. لذا عمرو ابن عبدود هم خودش هم اسبش بسیار چالاک بود و تونست از خندق بیاد این طرف. وقتی که آمد صحابه و رسول الله صلی الله علیه وسلم بر تپه نشسته بودند، آمد گفت هل من مبارز، کسی هست که بیا با من مبارزه بکند؟ هم هوا سرد، هم امکانات نیست، هم گرسنگی، هم آدم معمولی نیست، عمرو ابن عبدود هست. رسول الله گفت کی میره باش مبارزه میکنه؟ حضرت علی جوان بود. علی گفت یا رسول الله من میرم باش مبارزه میکنم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تنها داماد و پسر عمویی که داشت دوست نداشت علی بره، دلش میخواست کسی دیگه باشه، کسی دیگه جرأت نکرد. بار دوم صدا زد، بار سوم صدا زد. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هر بار حضرت علی میگفت یا رسول الله من آماده ام. آخر حضرت علی را به نام خدا فرستاد و دعا کرد خدایا برای اینکه موفقیت علی و برای اینکه علی اینجا تلف نشه و شهید نشه. آن حضرت صلی الله علیه وسلم توجهات خاصی داشت. حضرت علی وقتی که رفت گفت کی هستی؟ گفت علی ابن ابی طالب. گفت تو بچه‌ای جوان هستی، من نمیخوام که به هر حال خودم را ضایع بکنم، شمشیرم را با تو که بگم بچه‌ای را کشت، برو از اون بزرگترها کسی بیاد. حضرت علی گفت ولی من میخواهم که خون تو را بریزم. وقتی که علی کرم الله وجهه شجاعانه گفت تحریک شد، گفت پس بگیر. حمله کرد به حضرت علی رضی الله تعالی و درگیری و مبارزه شروع شد. صحابه نشسته بودند همه دعا میکردند، چنان درگیری شد. وقتی که در بیابان 2 نفر هر دو بر اسب، اون هم شمشیر زن، چنان گرد و غباری که هیچ معلوم نمیشد، هیچ پیدا نمیشدند که به هر حال کدوم غالب کدوم مغلوبه. آخر حضرت علی اون را خیلی که عصبانی کرد، ناراحت شد و از جایش پرید و حمله کرد.
حمله کرد، شمشیر را محکم زد به حضرت علی و حضرت علی جا خالی داد، شمشیرش خورد به زمین و خودش خم شد. تا که خم شد حضرت علی رضی الله تعالی عنه سرش را زد و صحابه نمیدونستن چه خبره، فقط تکبیر علی را شنیدن، گفت الله اکبر الله اکبر که گفت صحابه همه الله اکبر گفتند، متوجه شدن حضرت علی کرم الله وجهه موفق شد، جنازهش افتاد. بعدا اونها گفتن جنازهش را به ما بدید، 10,000 درهم به شما میدیم. بعضیا پیشنهاد کردن 12,000 درهم به شما میدیم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود این جنازهش برای ما ارزشی نداره، اون پولی که شما میخواد بدید هم ارزشی نداره. جنازه را بدون پول بهشون داد. به هر حال تیراندازی ها ادامه داشت. حضرت سعد رضی الله تعالی عنه که اون سرداری که رسول الله را گفت که یا رسول الله در مقابل قبیله غطفان کوتاه نیایید، سعد یک روزی میرفت، چون زنها را همه را پشت جبل سلع در قلعه ها گذاشته بودند، هر روز میرفت به ملاقات مادرش. ام المؤمنین عایشه میگوید که کاملا سعد که می آمد کاملا زره پوش بود، فقط دستهایش زرهش کوتاه بود، دستهایش ظاهر بودند. من به مادرش گفتم یه وقتی از طرف دستها چون تیر مرتب می آمد آسیبی نرسه، مادرش گفت تا زمانی که خدا نخواد چیزی نمیشه. وقتی که از ملاقات مادر برگشت تیری آمد و رگ اصلیش را مورد اصابت قرار داد و سعد رضی الله تعالی عنه زخمی شد. سعد را بردن در خیمه و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم افرادی را تعیین کرد. این سردار عرض کنم که اوس یا خزرج، سردار انصار، آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود خدمتش بکنند و کسی بود یکی از زنان از او تیمارداری میکرد و او را نگهداری میکرد، تداویش میکرد. سعد رضی الله تعالی عنه دعایی کرد که این دعا را الله عزوجل اجابت فرمود. گفت که خدایا اگر قرار هست که قریش و کفار مکه باز هم بر علیه پیغمبر حمله بکنند و بجنگند، پس مرا هنوز حیات بده، به من زندگی بده که من خاری باشم در چشمان اونها. و اگر قرار هست که این آخرین جنگشون باشه و شکست بخورن، پروردگارا به من شهادت بده الان که زخمی شدم، موت شهادت. تا اینکه خدای عزوجل بعد از این کار بزرگی از حضرت سعد گرفت و بعدا در همین زخم شهید شد که بعدا انشاءالله به تفصیل میخوانیم. به هر حال وقتی که طول کشید، هر روز رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میرفت و محل خاصی نماز میخواند. الان که شما خندق تشریف بردید، مسجد فتح هست، مسجد ابوبکر هست، مسجد عمر هست، مسجد عثمان هست، مسجد علی هست، مساجد به نام صحابه دیگه هستند. اینجا ها مسجد نبود اون زمان که هر 50 متر یک مسجد، بلکه اینها هر یکی متفرق بودن، یک گوشه اونجا خدا را نیایش میکردند، دعا میکردند، تضرع میکردند. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دعاهایی که در جنگ خندق فرمود، این دعاها هم در احادیث آمده، خیلی دعاهای زیادی. یکی از اون دعاها این هست که آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود اللهم منزل الكتاب سریع الحساب اهزم الاحزاب یا اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم و زلزلهم. ای ذاتی که کتاب را نازل فرمودی، ای ذاتی که سریع الحساب هستی، این احزاب را شکست بده، پروردگارا شکستشون بده و متزلزلشون بگردن. هر روز رسول الله صلی الله علیه وسلم کارش دعا بود. و آخر همون جایی که الان مسجد الفتح را درست کردند، اونجا مژده فتح الله عزوجل به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم دادند که فتح آمده. و دعای دیگری که آن حضرت صلی الله علیه وسلم کردن، صحابه گفتن یا رسول الله به ما دعایی بیاموز که ما بخوانیم. فرمود که بخوانید اللهم استر عوراتنا و آمن روعاتنا. بار الها آبروی ما را حفظ کن، استر عوراتنا و آمن روعاتنا،
و این تهدیدی که ما هستیم، خطری که ما داریم، این خطر را تبدیل به امر بگردان، امنیت برای ما بیاور. هرج و مرج را، ناامنی را تبدیل به امنیت بگردان. دعای بسیار جامع در مقابل دشمن: اللهم استر عوراتنا و آمن روعاتنا. به هر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم کارش دعا بود و دیگه تیراندازی، همش تیراندازی میکردن. بعد از اینکه الله عزوجل مژده داد که فتح نزدیک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد، یکی دیگر از معجزات را اینجا عرض کنم خدمت شما. رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد در میان صحابه، گفت که کی میتونه بره از لشکر ابو سفیان خبر بگیرد. در این هنگام سردی هم شدید بود و طوفان کم کم داشت که وزیدن شدت میافت. هیچ کسی آماده نشد. صحابه میگه مثل بید میلرزیدیم و هیچ کسی نمیتوانست از جاش تکان بخورد از بس که سرد بود. نیم شب بود. رسول اکرم صلی الله علیه و حذیفه را صدا کرد: حذیفه تو بیا. حذیفه در حال خدمت رسول الله می آمد که بدنش می لرزید و دندانهاش به هم می خورد از سردی. گفت: حذیفه از سردی می ترسی؟ دست مبارک را بر سینه حذیفه گذاشت. حذیفه می گوید که چنان بدنم گرم شد که گویی تازه از حمام بیرون شدم. و نه اینکه اونجا، در روایات هست که تا آخر عمر حذیفه در سخت‌ترین زمستانها لباس نمی پوشید، اصلا سردش نمی شد، برای همیشه بدنش گرم شد. لذا وقتی که رفت اونجا دید که مشرکان همه همتشون سست شده و همه دارند که روحیهشون را از دست میدن و حذیفه دید که طوفان چطور میوزد و همه چیزشون را، غذاهایشون را حتی پر از خاک، و ملائکه را الله تعالی دستور داد، دیگهای بزرگ که پر از غذا بودن، ملائکه اینها را سرنگون میکردن، چپه میکردن، همه غذایشون ریخت. ابو سفیان دستور داد که فوراً جلسه تشکیل بشه. نیمه شب بود، همه نشستند، هوا تاریک بود و غطفانی ها فرار کرده بودند. اونهایی که در قسمت شرق مدینه بودن، بالا بودن، اونها فرار کرده بودن و کسانی. فقط این جانب دوم غرب قریشی ها مانده بودند و بنو کنانه مانده بود. ابو سفیان گفت اول میخواست که مطمئن بشه که جاسوسی در میان ما نیست. خیلی زرنگ و باهوش بود ابو سفیان. گفت ببینید که همدیگر را، رفقایتون را بپرسید که یه وقتی اجنبی در میان ما نباشه. حضرت حذیفه زرنگتر از اون بود. حضرت حذیفه میگه من فوراً از رفیق راستم پرسیدم تو کی هستی، از چپی هم پرسیدم تو کی هستی، از اونا پرسیدم تا از من کسی نپرسد. خلاصه جلسه تشکیل بود و گفتن چیکار بکنیم. از اول تا آخر به ردیف گفتم ما نمیتونیم ایستادگی بکنیم، بیشتر از این نمیتونیم تحمل بیاریم. ابو سفیان گفت پس جمع کنید. داشتن جمع میکردن. حذیفه دوان آمد خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. یا رسول الله، خداوند شکستشون داد، دارن جمع میکنن میرند. آن حضرت صلی الله علیه و سلم خوشحال شد و صحابه را مژده داد. الله عزوجل به این صورت بعد از 1 ماه محاصره به وسیله طوفان و به وسیله ملائکه اینها را تار و مار کرد. ناکام و نامراد شدند. اکنون نوبت میرسید به خائنین، کسانی که خیانت کردند. باید رسول الله میرفت با اونها تصفیه حساب میکرد. صدق الله العظیم.
نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.